من ارغوان هستم، تکنسین آزمایشگاه با سابقه 15 سال کار در آزمایشگاه. در این ویدیو میخوام در مورد دیابت در کودکان و نحوه تشخیص اون باهاتون صحبت کنم. همراه من باشید. خیلی ساده براتون توضیح میدم که قند خون در کودکان به چه صورت هست. همونطور که قبلا توی ویدیوهای قبلی گفتم، قند خون به این صورت هستش که همه ما یه میزان قند خون در بدنمون باید وجود داشته باشه، چون قند تامین کننده انرژی برای سلول های بدن هست. وقتی که این میزان قند خون از حدی که تعریف شده براش بیش از حد بشه، کودک ما دچار افزایش قند خون میشه. به این صورت که غدد ما قادر به تولید انسولین نیستش و اون قند خونی که در بدن وجود داره دیگه منتقل نمیشه به سلول ها و این باعث میشه که قند خون از حد طبیعی بالاتر. در صورتی که کودک شما علائم دیابت رو که در ادامه ویدیو بهتون میگم در کودکتون مشاهده کردین، اولین و بهترین کار رزرو نوبت متخصص غدد است که اطمینان پیدا کنین که آیا فرزندتون دچار دیابت شد. برخی کودکان دچار شب ادراری هستن و این اتفاق ممکنه که بگن که بله فرزند ما شب ادراری داره، ولی اگر که فرزندتون دچار شب ادراری نبوده و یک مدتی هستش که این اتفاق براش میفته و یا اینکه تعداد شب ادراری هاش زیادتر شده، اینو حتما مد نظر داشته باشین. و یا برای کودکانی که پوشک میشن، کودکان و نوزادانی که تون یعنی بیش از حد نرمال باید پوشکشون عوض بشه و این مادر باید خیلی حواسش به این نکته باشه. احساس تشنگی، هر مادری از روند بزرگ شدن بچهش کاملا اطلاع داره و میدونه که میزانی که یک فرزندش در طی روز آب میخوره چقدر است. بعضی مواقع میایین حس میکنین که فرزندتون بیش از حد داره آب میخوره، بیش از حد داره میگه تشنمه و اینو حتما باید مد نظرتون داشته. فرزندی که دچار دیابت باشه آب زیاد استفاده میکنه. وقتی که آب زیاد استفاده کنه املاح از بدنش شسته میشه و توسط ادرار دفع میشه. اشتهای کودک کم میشه، میل به غذا خوردن نداره و این باعث میشه که کاهش وزن پیدا کنه. خارش در ناحیه تناسلی و اطراف اون، احساس خستگی، سردرد، اختلال در بینایی و زخم‌هایی که در بدنشون به وجود میاد دیر خوب میشه. اینها علائم دیگه هستن که احتمال داره شما اینا رو ببینید و با توجه به این علائم میتونید که شک کنید که فرزندتون دچار دیابت شده. چه فاکتورهای ریسک بروز دیابت در کودکان را افزایش میده؟ زایمان زودرس، دیابت مادر در دوران بارداری، دیابت والدین، وراثت، رژیم غذایی نامناسب، کم تحرکی، بی تحرکی، فشار خون بالا، افزایش وزن زیاد، کلسترول بالا. همه اینها مواردی هستش که میتونه بچه شما رو در معرض دیابتی شدن قرار بده. میپرسن که دیابت در کودکان از چه سنی شروع میشه؟ دیابت در کودکان از سن خاصی نداره که مثلا بگیم از 1 سالگی، 2 سالگی، 7 ماهگی، 8 ماهگی. شاید از همون بعد به تولد فرزند شما دچار دیابت بشه و باید تحت درمان قرار. من یه توضیح در مورد تغذیه کودکانی که دچار دیابت هستن بهتون میدم. دیابت در کودکانی که به وجود میاد همونطور که گفتیم نیاز به تزریق انسولین داره و با قرص و رژیم غذایی درمان نمیشه. در کنار وعده‌های اصلی غذا حتما میان وعده برای کودکتون در نظر بگیرید. به طور معمول 6 وعده غذایی شما باید برای کودکتون در طی روز در نظر بگیرید و اینکه از چه غذاهایی استفاده کنید حتما با پزشکی که انسولین برای کودکتون تجویز میکنن مشورت. تغذیه کودک قبل از خواب حتما توجه ویژه‌ای داشته باشید که اگر تغذیه درستی نداشته باشه کودک در طی خواب دچار افت قند میشه. گاهی اوقات به دلایل مختلف، جشن تولد، مراسمات، کیک و شیرینی های زیادی وجود داره و فرزند ترغیب میشه که از اونها استفاده کنه. سالی یک بار استفاده کردن از این شیرینی های مصنوعی ضرر خاصی برای کودکتون نداره، ولی حتما با پزشکش رو مشورت کنین و اینکه میزان انسولین باید در همون حد بمونه یا نه رو اینو حتما اطلاع بدین به پزشکش تا
تا اتفاقی خدای نکرده برای کودکتون نیفته. قبل از هر گونه فعالیت ورزشی حتما تغذیه کودکتون رو چک کنین تا در حین ورزش دچار افت قند نشه. و کودکان دیابتی زمانی که ورزش مداوم باید داشته باشن 1 ساعت هست. بعد از 1 ساعت مجدد باید کودک تغذیه‌اش رو استفاده کنه. هر زمان که علائم دیابت رو در کودکتون دیدین، آزمایش خون اولین قدمی هستش که شما باید انجام بدین. آزمایشاتی که میتونید برای کودکتون انجام بدین FBS، 2HPP، A1C و تست خون تصادفی هست که هر کدوم از این آزمایشات رو دکتر با توجه به صلاحیت خودش برای کودکتون تجویز میکنه. میزان قند خون در نوزادان و کودکان زیر 5 سال باید بین 100 تا 180 میلی گرم در دسیلیتر باشه. برای کودکان 6 تا 9 سال بین 80 تا 140 میلی گرم در دسیلیتر و برای کودکان بالای 10 سال 70 تا 120 میلی گرم در دسیلیتر. دیابت در کودکان درمان قطعی نداره، اما یک خبر خوب اینه که به راحتی میشه کنترلش کرد و کودک یک زندگی طبیعی داشته باشه. دیابت در کودکان کنترل نشه میتونه عوارضی رو برای کودک داشته باشه. بروز بیماری‌های چشمی، آسیب به سیستم قلبی عروقی کودک، آسیب رسیدن به کلیه‌هاش و ارگان‌های مهم بدنش مثل کبد، بیماری‌های دهان و دندان، خشکی پوست و گاهی قند خون بالا منجر به بیماری‌های عصبی در کودک میشه. اگر که کودک دیابتی دارین، اولین قدم باید آگاهی خودتون رو بالا ببرید. علائم خطر و اقدامات اورژانسی رو بشناسین تا بدونین در مواقع حساس به کودکتون کمک کنید. در مسافرت، مهمانی، هر جایی که کودکتون هست و شما هستین حتما باید داروهای کودک همراه شما و کودکتون باشه. در مورد بیماری کودک باهاش صحبت کنین، براش توضیح بدین و اینکه چه مراقبت‌هایی باید داشته باشه رو کامل بشینید با همدیگه صحبت کنید. سختگیری زیاد و یا اینکه آزاد گذاشتن کودک زیاد، هر دوی این مورد میتونه به کودک شما آسیب بزنه. به رژیم غذایی کودک که باید توجه ویژه‌ای داشته باشید. به صورت روتین پزشک حتما برای کودک شما آزمایش می‌نویسه. با چک کردن آزمایش با مواردی که گفته شد و آزمایشاتی که دکتر برای کودک شما در طی مراحل بزرگ شدنش می‌نویسه، دیابت به راحتی میتونید در کودکتون کنترل کنید. کودکان دیابتی محدودیت خوردن غذاهای خوشمزه مثل بستنی، انواع نون‌ها و شیرینی‌ها رو دارن. در جمع‌های دوستانه‌تون با محدودیت‌هایی که داره کودک دچار آزردگی خاطر و روحی میشه. یه شرایطی رو فراهم کنید که کودک بتونه با این حالت روحی که داره راحت با شما صحبت کنه و اون حسی که داره رو با شما بیان کنه تا دچار آزردگی خاطر در دراز مدت نشه. نکته آخر این که دیابت فرزندتون رو به اطرافیانتون که فرزندتون با اونها در ارتباط هست اطلاع بدین. خونه خاله اگر میره، خونه عمو، به اطرافیان اطلاع بدین و با اونها صحبت کنین تا بتونن در زمانهایی که کودک شما پیش اونها هست برخورد درست مناسب با کودک داشته باشن تا کودک دچار ضعف روحی و ضعف جسمی نشه. اگر کودک دیابتی داریم با محدودیت‌های زیاد زندگی رو ازش سلب نکنید. با رعایت نکاتی که در این ویدیو گفته شد میتونه کودک شما مانند تمام کودکان دیگه زندگی طبیعی داشته باشه. سطح علم و آگاهی خودمون رو بالا ببریم تا زندگی بهتری داشته باشیم. از اینکه در این ویدیو همراه من بودین خیلی سپاسگزارم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار.